عضویت توی نظام 900 من سال 2023 پارسال $955 پرداخت کردم، برای وز هم $371. اما حتما توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم که توی کانادا مؤسساتی هستن که شما میتونید برید وام ازشون بگیرید برای این کار خاص، یعنی برای کاری مثل عضو شدن توی نظام مهندسی ازشون وام میگیرید، وام های خیلی خیلی کم بهره، 3 ساله اینطورا، و قسطیش میکنن. من حتما یه ویدیویی راجع به این مؤسسات میگم، به ویژه توی استان کبک که خودم ازشون باشون در ارتباط بودم، یه وام فکر کنم $3,000-4,000 ازشون هم گرفتم، و بهتون میگم که چجوری ایمیل اون شخصی که هستن باید باشون در ارتباط باشید رو حتما میذارم براتون، و میگم که چجوری باید درخواستتون رو بدید. اگر توی این بحث معادل سازی ها سوالی داشتید حتما توی کامنت این ویدیو توی یوتیوب برای من بذارید، من حتما